سلام بیننده گرامی، امروز دوشنبه دوم نوامبر ساعت به وقت پراگ 10. حالا فرصت نشر سرخط خبرها فرا رسید. من میرزا نبی خالقزاده هستم و در چند دقیقه دیگر آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را که تا این لحظه دسترس ما شد منظور شما میسازم. امامعلی رحمان که روز 3 اکتبر بار پنجم همچون پرزیدنت تاجیکستان سوگند کرد، هیئت حکومت را به استعفا فرستاد و 378 زندانی را عفو کرد در فرمانی که شام 3 اکتبر در سامانه رسمی پرزیدنت تاجیکستان نشر شد. در این خبر گفته می شود که تا تعیین هیئت نوی حکومت سروزیر معاون یکم و معاونان سروزیر وزیران رئیسان کمیته های دولتی وظیفه‌های خود را انجام می دهند. هنوز معلوم نیست کدام منصبدار از مقامش در حکومت نو محروم می شود. در گذشته با تغییر خیلی کم هیئت حکومت هم نو شده بود. در فرمان دیگر گفته شده است 378 زندانی در اساس پرینسیپ های انسان دوستانه و غمخواری به اویلا و کودکان مورد عفو قرار گرفتند. مخالفان و سازمان‌های بین المللی حامی حقوق اعضای زندانی حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی، سازمان ممنوع گروه 24 و اینچنین شخصیت‌های به مانند بزرگمهریاروف، ادوکات شناخته و زید سعیدوف، مؤسس حزب ثبت نام نشده تاجیکستان نو را زندانیان سیاسی نام می‌برند. بیش از 200 مهاجری که برای شب 31 اکتبر و 1 نوامبر چپته پرواز از فرودگاه دمدیدوی مسکو به دوشنبه را داشتند به تاجیکستان پرواز کردن نتوانستند. 2 هواپیمای شرکت سامان ایر که قرار بود برای آوردن مهاجران بروند از جانب روسیه اجازه پرواز دریافت نکردند. مقامات تاجیکستان میگویند برای پروازهای چارتری با روسیه مذاکره جریان داشت ولی در آخرین لحظه نتوانستند به موافقه رسند. یک مسئول وزارت نقلیات با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که کسی انتظار نداشت که روسیه چنین تصمیم میگیرد. این منبع آگاه گفت شرط جانب روسیه برای ادامه پروازها این بود که باید بیشتر شرکت‌های روسی مهاجران را به وطن برند. مقامات روسیه در چند دوره اجازه داد که پروازهای چارتری به تاجیکستان صورت گیرند. بار آخر از 9 تا 31 اکتبر برای بازگشت شهروندان تاجیکستان از روسیه 107 پرواز چارتری یا غیر نقشه‌ای اجازه داده شده بود. سازمان جهانی مهاجرت و حکومت‌های 3 کشور آسیای مرکزی سازش کردند که آخر هر ماه شهروندان بندمانده تاجیکستان را در قزاقستان توسط دالان سبز به وطن بفرستند. به اطلاع مسئولان سازمان جهانی مهاجرت در الماتا حالا گروهی بیش از 100 نفری شهروندان تاجیکستان در گذرگاه ژبک ژالی جمع آمده منتظر سفر به تاجیکستان هستند. یک مسئول این سازمان شام 3 اکتبر به رادیو آزادی گفت برای راه ندادن به جمع‌شوی بی‌بندوبار و انتظاری‌های طولانی مردم در مرز موافقه شده است که آخر هر ماه گروه شهروندان تاجیکستان به وطن برگردانیده شوند. ازبکستان و قزاقستان ماه مارس امسال با شروع پاندمی کرونا ویروس مرزها را بستند و از آن زمان تا کنون حرکت ماشین و قطار و پرواز هواپیماها به طور منظم صورت نمی‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و جو بایدن رقیبش از حزب دموکرات آخرین معرکه‌های تبلیغاتیشان را در ایالت‌هایی که برایشان مهم است برگزار می‌کنند. تاکنون بیشتر از 90 میلیون نفر از آمریکایی‌های رأی خود را به طرفداری یکی از این دو نامزد دادند که در انتخابات روز 3 نوامبر شرکت می‌کنند. ترامپ و بایدن سعی دارند دل آنهایی را به دست آورند که هنوز نمی‌دانند به کی رأی بدهند و به شرکت در انتخابات تشویق کنند. بنا به نظرسنجی‌ها جو بایدن در نظر محبوبیت از دونالد ترامپ بیشتر است و 8% بیشتری مردم طرفداری او بودند. اما در ایالت‌هایی که ممکن است طرفداران دونالد ترامپ بیشتر باشند جو بایدن با فاصله کوتاه از رئیس جمهور پیشروی دارد. جو بایدن روز 1 نوامبر در ایالت پنسیلوانیا 2 معرکه تبلیغاتی داشت. سال 2016 اکثریت رأی لازم را در اینجا به دونالد ترامپ دادند ولی امسال جو بایدن در پنسیلوانیا طرفداری بیشتر داشته است. در شهر فیلادلفیا بزرگترین شهر پنسیلوانیا در بین سیاه‌پوستان سخنرانی داشت و از آنهایی که رأی ندادند دعوت کرد روز 3 نوامبر در انتخابات شرکت کنند. دونالد ترامپ در ایالت‌های میچیگان، آیاوا، کارولینای شمالی، جورجیا و فلوریدا معرکه‌های تبلیغاتی داشت. روز 31 اکتبر در شهر الماتای قزاقستان همایش اعتراضی مخالفان با طلب اصلاحات سیاسی و قطع تعقیب‌های سیاسی برگزار شد.
سازمان دهندگان در دقیقه‌های اول تظاهرات نام آنهایی را خواندند که در شهرهای گوناگون قزاقستان مورد تعقیب قرار گرفته بازداشت، شکنجه، زندانی شدند یا در حالتهای مرموز به بازداشتگاه و زندانها جان باختند. تظاهرات در نزد بنای اکادمی علم‌های الماتا در روبروی گلگشتی به نام شاکان والیخانوف برگزار گشت. در دست بیشتر جمع آمدگان پرچم قزاقستان و عکس آنهایی بود که به گفته فعالان با انگیزه‌های سیاسی از آزادی محروم شدند. رئیس بنیاد پارلمانتریسم در قزاقستان زاورش باتالوف هنگام سخنرانی خواست در آن کشور پارلمان یک پلاتگی تأسیس و امکان پیشبری نامزدهای غیر حزبی داده شود. بینندگان ارجمند، با هر لحظه و هر ساعت حادثه‌های تاجیکستان و جهان را پیگیری می‌کنیم. همکارانم در دوشنبه و در مناطق دیگر دنبال خبرها هستند. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. برنامه اخبار آزادی ساعت 5 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می‌شود و ثبتش را هم می‌توانید آنجا ببینید. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و آدنا کلاسیک همراهی کنید. خدا نگهدار شما.